هموطن های عزیزم سلام، وقت همتان بخیر. امروز ما به پیاده زدگاه های بسیار شیرینم آمدیم در کجا؟ بامیان. آخرین قسمت میدان وردک که اینجا آب دریا دیگه بالاخره ختم میشه و به او سمت که میریم به طرف بامیان میسه که نام خدا اینقدر شوق هستن که خدا تر میکنن. دیگه مایه رو براتون نشان بدم. اسرا گوسفنده اینجا خیلی زیبا منطقه دیدنی و آخرین قسمت از میدان وردک است که از این به اون طرف بریم. البته به طرف سمت راست بامیان دیگه شروع میشه و آفتاب هم شما میبینید که در حال غروب است. دوستا واقعا یک جای دیدنی لذت بخش است. دوستا چی یک جای زیبا، چی یک جای دیدنی، به 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 همه چیز میگم. من یک قسمت شما جالب از ویدیو رو ببینید، مشاهده کنید. بزکای قندول در حال قدم زدن، اسرار ترسان. چی گپ است؟ دوستای عزیز، در این منطقه گوسفندای بسیار خوبش نازنین ببینید بالای کوه رفته میره و سنگا را پس طرف ما چپک میره. به قدر شوخ هستند. دوستا باش که از این منطقه